پروردگار حفظ کنه. حضرت بخاری اعتکاف یا اون کمبودی یا اون چیه کم تا بفهمونیم که بو با قریبی نه این همیشه به اعتکاف اعتکاف سنتی را کسی انجام میده که همین روز پیش از شام 6 تا باشه. برای وقتی که شام شد خلاص دیگه شب میدوید. اعتکاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت اعتکاف میشید هر سال در ماه شریف رمضان، همین 10 اخیرش در رمضان اخیر حیاتش حضرت صلی الله علیه و سلم 20 روز شیشته است. 10 بار قرآن در پیش جبرئیل علیه السلام گذران حضرت. همین در اعتکاف قرآن میگذران. بعد وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین سنت ازواج مطهره حضرت ترک نکردند. ازواج مطهره مادرامون همین سنت اعتکاف انجام میدادند. اعتکاف 3 نوع میشود. اعتکافی است که واجب است. اعتکافی است که سنت مؤکده است. سومش اعتکاف نفلی. اعتکاف واجبه وقتی که شخص بر خودش همه اعتکاف واجب میگردونه، نظر میکنه. اگر میگه همین فرزندی راه داریم بیاید من اعتکاف میشینم. اگر همین بیمارم شفا بیاید اعتکاف میشینم. اگر کارم اومد کرد اعتکاف میشینم. همین صورت اعتکاف در کلش واجب میشود. اعتکاف واجبی روزش قطعیه. روز روزه میگیری وسط امتری شبانه روزی میستی. اگر با شرطی که انا شخصی اگر اعتکاف واجبی در کلش واجب شده باشه به هیچ راه عزیمش ساقط نمیشه، حتما میشیده. اینو دیگه نداره و واجبه قرض در کلش. اعتکافی که سنت مؤکده است 10 اخیر ماه شریف رمضان، این هم بگه تو بگه ایده اون شبی که سحرش عید میشه و تو همون چیه معتکف میشینه. این سنت مؤکده پیغمبر است. اگر همه قوم همین را ترک کنن تمام هم قوم تمام هم جماعت گناهگار میشوند. لااقل 1 نفر باید از قوم در مسجد اعتکاف بشینه. اگر هم یک کس همین 10 اخیرش از جمعه دیگر رو ساقط میشود، زیرا این به طریق کفایه است. و نهایت اعتکاف نافلش به همین 1 ساعت 2 ساعت هم میشود. اینا مثلا ولی بعضی مردم اینو نمیفهمند، در مسجد میدونن خواب میکنن یا مسجد استراحت میکنن. مسجد جای خواب نیست، مسجد جای عبادت است. در مسجد به ضرورت به عذر خواب کردن مکروه است. اما که آدمای با عقل باشن مثلا پیش از اومدن مسجد نیت اعتکاف نفلی میکنن. که اعتکاف بشینیم یگان ساعت میدونن نماز هم میخونه در یک کج میزنه خواب با همون خوبی کردنیش ابو ثواب میگیره. نه اینکه مکروه نیست بلکه بو ثواب هم میگیره. در اعتکاف نافله روزه نیست دیگه، اعتکافش به روزه نمیشود. نه که اعتکاف نافله همین 1 ساعت 2 ساعت قطیره میشود. اگه این اعتکافی که گفت در سرش میره اعتکاف سنتی است. همون آدم اعتکاف شیشته است در یک کج مسجد باید بشینه، به ضرورت خارج نشود. ولی بعضیا سهلی مسجد بکشوده گفته بعد گولیت کرده میگرده اصول درست نیست. مگر به ضرورت یعنی قضای حاجت میروه، طهارت کنی میروه، غسل واجب شده است همون مسجد میروه. اگر مسجد حمام نداشته باشه و غسل واجب بشه حتی میتونه خونش بروه غسل کنه و گرده بیاید با کار دیگه مشغول نشود. اگر مسجد جمعه نباشه روز جمعه راست شد چه میگیره که چخیل اسپیت کرم برسه با مسجد حق داره میروه نماز جمعه میخونه و بو میگرده میاید. اگر کسی نباشه که با مسجد خوراکش بیاره میتونه بروه ای خونش هم خوراک بگیره بیاره و بخوره. در وقت اعتکاف گپ دنیا مکروه تحریمی است. ذکر میکنه، نماز نفل میخونه، بوندشید خواب میکنه. اگر به شرطی که دم تکیف باشد یگان مسئله شرعی را بین همدیگه رد بدل کنن رخصت است. نه که گپ دنیا درست نیست. کار دنیا بعضی هایش هست، بعضی کارهای هست که با ضرورت رخصت می شود. مثلا یه آدم دکان داره رئیس دکان اعتکاف شدگی است. زنگش میزنن میگن که همجا یک کلینت اومده است اینا می خبر میگیره خیلی کنیم این حق داره میتونه که با هم تلفن بگه که اینا می قیس سوم بفروشه. اگر باشد هم متوع به مچتا نیارن هم تا دهنکی سوداش درست می شود. یا که همین ایشان قاری نو سوال میکرد خدا برکت بده قاری بزرحیم
گفت که زنک مثال در خونه اعتکاف میشینن، زنک ها هم اعتکاف میشینن، فقط زنک در مسجد نه در خونهش میشینن. مثال حق داره که زنک مثلا دختروشا بگه که تو اینا گوه میجوشی، تو خونه حولیو را میروی، تو فلان میکنی، این کار حق داره. ولی اگر همین کار نکنه همه جزیر میشه واقعی. خونه که بکت برون همه جزیر بود میشه. لیکن ای زیاد نه، گپ دنیا و لقلق دنیا و چی حالداری و سلامتی خوبه ایوش معنی نداره. این ایره اعتکاف میگن بچه‌ها. خداوند هم برادرایی را که الحمدلله در هر قوم انتری شیر مردا هستن اعتکاف میشینن، فردا روز قیامت از شفاعت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار باشید. کمتر 6 روزه حضرت؟ نه، اعتکاف سنتی همون 10 اخیره. 10 روز همش. 10 روز همش. اوی تری نیست که 10 کس بین هم تقسیم کنن یا روزی بشینن. اقل مدت نداره. نه، اقلا یک آدم باید همین بشینه. زیادتر شی با ثوابش بیشتره. نه که لا اقل یک آدم باید همین 10 روزه بشینه. ممکن 10 روز باشه، ممکن 9 روز باشه. این وابسته به اوه که رمضان چند روز میآید. حالت میشه 29 میآید. اما همین 10 اخیر را باید بشینه. یعنی همین شب 21 مال نادر اومده که میدروید در مسجد میشینه، شب عید میبروید خونش میبروید. یک آدم باید بشینه. اقلا یک آدم، اقلا یک. ایت یک شب بیست یک مثال یک کردیم بیست ایش نمیشه. نه هم دیگر از زمین نکردن نمیتونه. نمیشه. اقلا یک کس باید همین خبیست. شما را در نظر از حضرت صلی الله علیه و سلم ثابت است حالت‌های میشید که پشت طرف قبله میکرد رو طرف قوم میشید. حالت میشید که وقتی نماز خلاص میکرد سلام میداد، دست چپش طرف قوم، دست راستش طرف قبله میشید. حالت‌های میشید که دست راستش طرف قوم، دست چپش طرف قبله میشید. هر وقتی که حضرت میخواست که با مردم صحبت کنه، موعظه کنه یا چه سوالشو کنه، روش طرف قوم میکرد و پشت طرف قبله میکرد. حضرت یک عادت داشت، بعضا میپرسید کی خواب دیده شب؟ یا که خودش اگه خواب میدید با قصه میکرد. ولی همین قصه همین انا که عالم ارواح در کجا هستند، در عالم برزخ، همین حدیثی که گفته است حضرت در نماز بعد بامداد گفته گیره. گفت که اگه تا خواب ندیده وقت خوبی خچه قصه کرد. این همین حالت پشت طرف قبله بده، رو طرف قوم. شارح ها میگن که اگر حضرت قصدی از مسجد خارج شدن میکرد است، دستی راست طرف قبله میشسته است، دستی چپ طرف قوم. اگر طرف حجره ازواج مطهره رفتنی میشد است، خونه زوجهاش، خونهاش، دستی راست طرف قوم، دستی چپ طرف قبله میشسته است. همین مقصد این وابسته به همین حالتهای گوناگون حضرت هر خیلی میشسته است. نه که وقتی امام باشه و بخواه که قطعی مردم دعا کنه، بهتر اون است که روش طرف قوم کنه. از اون وقتی هم خستن، وقتی هم تو برو بخیز اب بشلی که هم خستن که تو بخوره. هیچی باکی نداره، او حاجت به خستن هم نیست. اگر زانوش در کنن تو خوردن نتونه بخیز بشینه. نه که یک خیلوده میاد که چکونی هست که 10 کروب تو میخورن از اون مشکل نداره. حاجت به چه خستن نیست. همین تو خوردی میشه.